آوای همصدایی، برنامه ای از Los Angeles County Department of Mental Health و Cross Cultural Expressions. مجری مژگان رهبر. دوستان عزیز، به برنامه آوای همصدایی گوش میکنید. همونطور که قبلا هم گفته شده، این برنامه با پشتیبانی اداره بهداشت روان لس آنجلس کانتی، LA County Department of Mental Health و مرکز مشاورین Cross Cultural Expressions تهیه می شود. LA County Department of Mental Health یکی از گسترده ترین ادارات مخصوص بهداشت و ترویج سلامت روان در سراسر کشور است. هدف این اداره از همکاری با مرکز مشاورین Cross Cultural Expressions در شهر انسینو پیشرفت و نیرو بخشیدن به جامعه ایرانی لس آنجلس است، با یاری گرفتن از متخصصین و راهنمایان و مشاورینی که در راه رشد سالم فکری و روانی افراد جامعه میکوشند. دوستان عزیز میتونن برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات گوناگون مرکز مشاورین Cross Cultural Expressions با شماره تلفن این مرکز 818 860 1223 و برای تماس با LA County Department of Mental Health با تلفن 1800 854 7771 تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، مهمانان عزیز برنامه امروز آوای همصدایی رو معرفی میکنم. دوستانی که به برنامه هفته گذشته ما گوش کردن، بهشون قول دادیم که صحبتمون رو با دو مهمان عزیز برنامه ادامه خواهیم داد، چون صحبت بسیار جالب بود، بسیار آموزنده بود و خواهش کردیم از این دوستان که امروز هم با ما باشن در این برنامه. مهمان عزیز برنامه‌های همیشگی ما خانم مستانه مقدم، مددکار اجتماعی و مؤسس مرکز مشاورین Cross Cultural Expressions، و مهمان عزیز دیگر برنامه ما آقای ژوزف هارونیان، یکی از فعالان خستگی ناپذیر جامعه ایرانی آمریکایی LGBTQ در 20 سال گذشته هستند که برای ما توضیح دادن راجع به تجربیات خودشون هفته گذشته و خیلی خوش آمد میگم به مهمانان عزیز. مرسی که امروز هم با ما هستین. مرسی از شما. و البته قبل از اینکه بپردازیم به بقیه برنامه باید بگم که 3 روز دیگه عید نوروز میاد. برای همین اجازه میخوام از شما به تمام شنوندگان عزیز عید نوروز باستانی رو تبریک بگم، به تمام ایرانیان در سراسر آمریکا و هر جای دیگه که صدای ما رو میشنون، که یکی از زیباترین خواص عید نوروز اینه که همه‌گیره و برای همه این عید هست. تا وقتی که ایرانی هستین عید نوروز رو جشن میگیرین بدون توجه به اینکه چه باوری دارین، از چه اقلیتی هستین. و ما الان داریم راجع به یک جامعه اقلیت صحبت میکنیم، درسته جوزف جان؟ و صحبت کردیم و برام جالبه که هفته گذشته رها اینترنشنال، یکی از گروه هایی که فعالیت میکنه در جامعه LGBTQ ایرانی، مراسم نوروزی داشتن. و چقدر جالبه که همه ما میتونیم وابستگی خودمون رو به فرهنگ خودمون با گرفتن این مراسمی که همه رو در بر میگیره نشون بدیم. به هر حال نوروز رو به شما هم تبریک میگم. مرسی. بحث رو میخواستم از اینجا شروع بکنم اگر که اجازه بدین. هفته گذشته موقعی که صحبتمون رو شروع کردیم به اینجا رسید که بسیاری از کلماتی رو که ما با جامعه LGBTQ یا همجنسگرا یا دگرباشان جنسی استفاده میکنیم کلماتی هستند که به صورتی در زندگی روزمره یک فرد ایرانی و فارسی زبان کلمات دراگتوری شدن یا تحقیرآمیز شدن و برای همین خیلی سخت میشه برای یک شخصی که میخواد به پدر یا مادرش یا خانوادهش بگه که من عضوی از این جامعه هستم بتونه به یک صورت احترام‌آمیز خودش رو معرفی بکنه. و این صحبتیه که شما راجبش صحبت کردین هفته گذشته. دکتر هومن سرشار که اولین مهمان ما بودن در این برنامه ها در این مورد صحبت کردن
و میخواستم راجع به این صحبت بکنیم که موشکافی کنیم. شما موقعی که اولین بار به نزدیکان و بستگانتون ژوزف جان میخواستی بگی که همجنسگرا هستی، از چه کلمه‌هایی استفاده کردی؟ آیا این موضوع برات سخت بود؟ بله، مسئله بزرگی بود، برای اینکه من خودم کلمه گی استفاده کردم، برای اینکه تمام کلماتی که من شنیده بودم توی جامعه ایرانی برای گی یا هوموسکشوال کلمه‌های نگاتیو بود که من اصلا خودم رو اسوسییت نمی کردم باش. و یه مشکلی که داشتم 20 سالی که با خودم جنگیدم و نمیخواستم کسی بفهمه اینه که وقتی این کلمه‌های زشت رو میشنویدم اصلا نمیخواستم به کسی بگم که من گی هستم، برای اینکه احساس میکردم فکر میکنن گی بودن همونه با کلمه‌های زشتی که تو جامعه استفاده میشه، وصل میکنه به اون کلمات وصل زشت میکنه. و منفی. بله بله. و من خودم همیشه کلمه گی استفاده کردم. خیلی هم ناراحت کننده بود وقتی که کسانی به میگفتن که گی بودن یعنی بچه باز بودن، که میشه پدوفایل، که اصلا هیچ ربطی به همجنسگرایی نداره. متاسفانه توی جامعه ایرانی همونطور که گفتین جوری که کلمات استفاده میشه به فارسی خیلی وقتا اشتباه هستش و خیلی برای من سخت بود یا ناراحت کننده بود که حتی مثلا یه کسی تو فامیل فکر بکنه که همجنسگرا یا گی یعنی پدوفایل. و این دوتا یکی هستش. خیلی صحبتی که میکنید ریشه خیلی خیلی محکمی داره و ما نمیتونیم دقیقاً در این 20 دقیقه 25 دقیقه برنامه به اون ریشه برسیم، ولی متاسفانه این چیزی که مردم در ایران در این فرهنگ به خاطر محدودیت هایی که جامعه داشت، به خاطر محدودیت های مذهبی، به خاطر محدودیت هایی که پیش اومده بود، ما فقط اون موقع راجع به این موضوع میفهمیدیم که منفی بود. چون خبر منفی زود پخش میشه، خبر مثبت همچین کسی دوست نداره پخشش بکنه، سریع پخش نمیکنه. برای همین اون کلمه پدوفایل یا کلمه بچه باز، کسی که آزار جنسی و جسمی به یک کودک میده، هیچ ربطی به همجنسگرا نداره و اون پدوفایل در هر فرهنگی، در هر قانونی یک جرمه، در صورتی که همونطور که مستانه جون گفتن همجنسگرا بودن یک حالت جسمی و جنسیه و هیچ جرمم نیست و همه جا ثابت شده که یک چیزیه که ژنتیکه، طبیعیه. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه ما از طریق این برنامه و همینطور از تمام دوستانی که حامیان جامعه LGBTQ هستن خواهش بکنیم که این توضیح رو همه جا بدن. خیلی برام جالب بود که در یه ورکشاپی که Cross Cultural Expression داشت 2 هفته پیش، در این ورکشاپ دکتر هومن سرشار هم به این موضوع اشاره کردن که حامی بودن این نیست که فقط قبول بکنید یا پذیرش داشته باشید. حامی بودن اینه که هر جا میبینید که داره بر ضد این جامعه و یا جامعه اقلیتی که داره دنبال این تساوی حقوق میگرده، میبینید که حالت منفی وجود داره، اون منفی بودن رو با توضیحات درست پاک بکنیم. بله. و خیلی برای من عجیبه که همونطور که آقای دکتر هومن سرشار گفتن تو برنامه قبلی، اینه که همجنسگرایی از اول زمان بوده، از ایران گرفته تا هر دین و مذهبی شما نگاه بکنین هست. چرا توی فرهنگ ایرانی اینها جدا نشده و کلمات درست واسش انتخاب نشده؟ واسه من خیلی جالبه، چون بالاخره هرچی باشه فرهنگ ما فرهنگ خیلی قدیمی تر هست تا فرهنگ آمریکایی که تمام این واکابولری دارن و ما که برمیگرده به مولانا، سعدی یا حافظ یا دین و مذهب از دین یهود گرفته که هست همجنسگرایی توش تا دینای دیگه، چرا کلمات درست توی زبان فارسی مطرح نشده؟
خب فکر میکنم تا یه مقدار زیادی مخصوصا این کار کردن. فکر میکنم اگر اینکه شما تو جامعهتون یه چیزی رو میخواین قایم نگه دارین یا میخواین افکار زشت معرفی بشه که مردم دنبالش نرن، خب بیبار برگردید از اولین کارهایی که میکنیم اینه که کلمه‌های زشت انتخاب میکنیم که وصل بکنیم به اون مسئله. و فکر میکنم این کاری بوده که شاید قصداً اجرا شده که همون همجنسگرایی و کلمه‌ای که استفاده کردن وصل کردن به اون بچه بازی. و اینجا یه چیزی که باید اشاره بکنم اینه که it's a myth. فکر میکنم همه جای دنیا، ببخشید نمیدونم myth به فارسی غیر واقعیتیه که همیشه میگن که خب اون کسایی که هوموسکشوال هستن بیشتر از آدمای دیگه بچه باز هستن و this is completely wrong. طی 50 سال اخیر استادیای زیاد از دانشگاه در اومده که نشون میده بیبر برگرد 90% آدمایی که بچه باز هستن اتفاقا مردای هتروسکشوال هستن. So this is completely wrong. اما یه چیزیه که دائما من میشنوم که یا بچه من مولست شده که همجنسگرا شده یا نکنه حالا که همجنسگرا هست بره بچه‌های دیگر رو مولست بکنه. یعنی this is something that's such a myth and is so incorrect. اما چیزیه که جامعه ما دائما راجبش حرف میزنه و فکر میکنم خیلی مهمه که اینو درست این برمیگرده به اون صحبتی هم که با هم داشتیم که برای همین یک دفعه حرف آبرو پیش میاد. حرف آبرو پیش میاد که اگر که من فرزندم بگه که لزبیانه و یا بگه که گیه، من آبرو میره برای اینکه تمام این کلمات منفی وصل شده به این نوع زندگی، در صورتی که همونطور که گفتید هیچ ربطی نداره. ولی باز این پنهانکاریه که این موضوع رو بدتر میکنه. وقتی که ما راجبش صحبت بکنیم و وقتی که بگیم که اون کسی که آزار جنسی و جسمی به یک کودک میده هیچ ربطی نداره به اینی که ترجیح جنسیتیش چیه، من فکر میکنم مردم یواش یواش این موضوع رو میفهمن و این کاریه که ما امیدواریم با این برنامه‌ها و ورکشاپ‌های مختلف انجام بدیم. و فکر می‌کنم ما اینجا یه وظیفه خیلی مهمی داریم که کلمه‌های درست به جامعه معرفی بکنیم و خواهش بکنیم که با کلمه‌های درست جامعه در این شرایط حرف بزنه. و یه صحبت دیگه مشکان جان ببخشید گفتین آبرو، من می‌خواستم راجع به اینم صحبت بکنم قبل از که مووان بکنیم. من در این 19 سالی که اوپن بودم راجع به سکشوالیتیم با خیلی کسایی که صحبت کردم، بچه هایی که با این برنامه پرابلم داشتن با پدر مادرشون، متاسفانه همیشه اینو شنیدم که پدر مادرها به خاطر آبرو که آیا حالا همسایه چی فکر میکنه یا دوست آشنا چی فکر میکنن این موضوع رو خواستن پنهان بکنن و آبرو رو مهمتر از بچه خودشون و پشتبانی بودن بچه خودشون اکسپت کردن دیدن، در صورتی که کدوم آیا مهمتره؟ اینی که همسایه یا دوست آشنا چی میگه و چه حرفی میزنه یا اینکه جون بچهشون که میتونه در خطر باشه وقتی که ببینن پدر مادر قبولش نمیکنن، حالا یا به هر دلیلی دراگ باشه، الکل باشه، از خونه بذاره بره، خودش از جامعه ایرانی جدا بکنه که خیلی از بچه‌ها جدا میکنن برای اینکه نمیتونن این آیدنتیتی هوموسکشوالیتی، همجنسگرایی و ایرانی بودنشون رو با هم نگه دارن و پرابلم بسیار بزرگیه. من خواهش میکنم از پدر مادرها خودشون راجع به این مسئله educate بکنن، با کسی صحبت بکنن. روانشناسای بسیار زیادی خوشبختانه توی جامعه ما الان هستن، مثل خانم مستانه مقدم که با این موضوع اکسپریانس خیلی زیادی دارن و کسای دیگه که واقعا
خیلی اینوالو بودن، خودشون ادوکییت بکنن که بدونن حقیقت چیه و چجوری با بچه خودشون رفتار بکنن. انقدر نگران آبرو نباشن. اینو بدونید که اقلن تو هر extended family یا خانواده‌ای یه فرد LGBT وجود داره، حالا اگه 2 تا و 3 تا نباشن که تو خیلی هستش. و وقتی که قبول بکنیم که این یک چیزیه که طبیعته و هست و تو همه خانواده هست، چرا میخوایم اینقدر قایم بکنیم و فکر آبرو حسیت باشیم؟ این واقعا ما ترجیح میدیم آبرون از دست بره یا فرزندمون از دست بره. این خودش یک سوال خیلی مهمیه. و بعد چیزی که من متوجه شدم، میدونیم که Cross Cultural Expressions گروهی داره، سپورت گروپ برای والدینی که فرزندان LGBTQ دارن، که این سپورت گروپ ها در حدود 3 ساله که شروع شده. 3 سال شروع شده با 6 تا مادر پدر شروع شده. الان بیش از 45 تا هستن. ماهی یه بار در بیورلی هیلز پابلیک لایبرری با هم جمع میشیم و کسایی که دوست دارن بیشتر راجع به این گروه ها، اسمشونه We Do Care Iranian American Parents of LGBTQ، بیشتر راجع به این گروه ها شناخت پیدا کنن یا اینفورمیشن بگیرن، میتونن با آفیس CCE شماره تلفن 818 860 1223 تماس بگیرن. شماره تلفن 818 860 1223. و برای من جالبه که حالا راجع به آبرو صحبت میکنیم. من مطمئن هستم این گروه از والدینی که دور هم جمع میشن متوجه میشن که همطور که شما گفتید پنهانکاری لازم نیست. یعنی وقتی که میبینی که عده به این زیادی هستن و اینها کسایی هستن که میان توی این گروه ها، من مطمئن هستم تعداد بسیار زیادی هستن که هنوز این شهامت رو ندارن که بیان توی این گروه ها شرکت کنن. اصولا صحبت با هم و اینی که در میون بذارید که من چه ترسی دارم و چه نگرانی هایی دارم، باعث میشه که ترس ها پایین بیاد، نگرانی ها کم بشه و بعد ببینیم که دوستان بسیار موفق ما در این جامعه مثل آقای ژوزف هارونیان چه کارهای مثبتی انجام دادن و بدون اینکه کیفیت زندگی خودشون و یا اطرافیانشون رو کم بکنن. بله، و به خاطر این هست که من فکر کنم برنامه‌های اینجوری که مستونی جان و مژگان جان شما اجرا میکنین و اینقدر فعال هستین مهم هستش، برای اینکه شما اگه نگاه بکنین ما از کالچر آمریکایی 20 تا 30 سال عقب هستیم و متاسفانه بعضی ها توی جامعه، نمیگم همه، خیلی روشن فکر هستن و با این موضوع هیچ مسئله‌ای ندارن، ولی بعضی ها گیر کردن توی زمان شاید قبل از انقلاب، با اینکه خود ایران جلو رفته و طرز فکرها عوض شده، اینجا بعضی ها احساس میکنم گیر کردن. و همونطور که جامعه آمریکایی سالهای زیادی طول کشیده تا این برنامه رو راجبش صحبت کردن و جلو بردن، الان زمانش رسیده که جامعه ایرانی راجب این موضوع بیشتر صحبت بکنه و آگاهی بیشتری داشته باشه. این باید بگیم که ما امیدوار هستیم که این موجی که الان در اینجا در لس آنجلس شروع شده واقعا به ایران هم بره، چون متاسفانه در کشور به نیویورک به نیویورک چرا راه دور میری؟ شیکاگو، واشنگتن، واقعا به جامعه ایرانی سرتاسر آمریکا که ما الان چقدر من تلفن میگیرم از بچه‌هایی که میگن چرا همه برنامه‌هاتون برای پدر مادر لس آنجلس هستش، چرا اینجا نیست؟ و متاسفانه خب البته ما نمیتونیم همه اونجا باشیم، اما واقعا میخوام تشویق بکنم استیت های دیگه برنامه‌های مختلف شروع بکنن، چون خیلی مهمه حرف زدن راجع به مسائل همجنسگرایی، باز کردن این جریان و زندگی مردم رو عوض میکنه. آره دیگه، چون یه چیزی وقتی که پنهان میشه بدتر بسته میمونه، راجعش صحبت نمیشه، چرک میکنه و میگنده و بدتر هم میشه. یه چیزی که میخواستم بگم، من فکر نکنم خیلی در جامعه ما بدونن که درصد همجنسگرایی یا LGBT توی جامعه یا توی دنیا پاپولیشن چقدر بالا هستش.
statistics میگه مختلف بین 5 تا 10%، 8 تا 10%. 8 تا 10%. ولی فکر میکنیم it's very underreported. البته برای اینکه شما فکر بکنید اگه 8 تا 10% عملاً شهامت این رو دارن که بگن آیا چه جالب. درصدی واقعاً هست. حالا ما بگیم 8% هم اگه باشه، 10% باشه، درصد خیلی بالاییه که اگه نگاه کنیم تو همین جامعه خودمون بعضی میگن حالا این که پرابلم ما نیست، بله. حالا این که تو خانواده ما نیست، حالا این که ربطی به ما نداره. ولی وقتی فکرش رو بکنین خیلی سخته که اگر شما الان دارین تو لس آنجلس زندگی میکنین و دوست یا آشنا یا فامیلی ندارین که LGBT باشه، بله. و 10% خب درصد به نظر من زیادی هستش که خیلی مهمه این کمک ها و این ایژوکیشن باشه. و برگردیم چون برنامه یواش یواش رو به پایان داره میره. میخوام یک نکته‌ای رو که اول برنامه صحبت کردیم راجبش بهش برگردم و اون کلماتیه که ما استفاده میکنیم در رابطه با افراد جامعه LGBTQ به خصوص در فارسی، و گفتیم که بسیاری از این کلمات تبدیل شدن، کلمات زیبایی بودن حتی شاید که تبدیل شدن به کلمات بسیار تحقیرآمیز و دراگتوری. و کاری که جامعه LGBTQ آمریکایی کرده در چند سال اخیر اینه که کلمه کویر، همون کیویی که ما آخر این حروف میذاریم، اون رو دوباره از یک کلمه دراگتوری و تحقیرآمیز تبدیلش کردن به یک کلمه‌ای که خود این جامعه قبول کرده و بهش افتخار میکنه و دیگه اجازه نمیده که به عنوان یک کلمه تحقیرآمیز باش روبرو بشه. که به نظر من این خیلی کار بسیار عالی و بازوق و درستیه که انجام دادن، برای اینکه وقتی که خود من احساس منفی نداشته باشم از اون کلمه، اگرم کسی در مورد من از اون استفاده بکنه احساس منفی نخواهم کرد. بله. یعنی یه درسی دارن به جامعه میدن با این کارشون. یه چیزی خانم هما سرشور توی جلسه 2 هفته پیش گفتن که خیلی جالب بود. خیلی ترس دارن توی جامعه ایرانی که واگیر داشته باشه همجنسگرایی. اگر فکرش رو بکنیم، اگر همچین چیزی بود آدمای همجنسگرا از دگر جنسگرا واگیر میکردن. یعنی چطور ممکنه که واگیر بود؟ داشت؟ خب چرا 10% از 90% واگیر نمیکرد ولی از اون طرفش واگیر میکنه؟ یه چیز خیلی جالبی بود که وقتی ایشون گفتن میخواستم تکرار بکنم. خیلی هم لطف کردین. خیلی متشکرم. من نهایتا تشکر میکنم از مهمانان بسیار عزیز برنامه امروز، خانم مستانه مقدم، مددکار اجتماعی، و آقای ژوزف هارونیان، یکی از فعالان جامعه LGBTQ ایرانی. و منم اینجا میخوام واقعا از آقای هارونیان تشکر بکنم. میدونم کار آسونی نیست که مخصوصا تو جامعه ایرانی بیایم تو رادیو راجع به این موضوعی که واقعا خصوصیه حرف بزنین، و یه شجاعت خیلی بسیاری شما همیشه نشون دادین که همه جامعه باید واقعا ازتون تشکر بکنن واسه این کاری که کردین و میکنین. خیلی ممنون از دوستان میتونن برای گرفتن اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌های مختلف کراس کالچرال اکسپرشن و ورکشاپ هایی که در این مورد خواهیم داشت با شماره تلفن 818 860 1223 تماس بگیرن. با سپاس فراوان از مهمانان عزیز برنامه و سپاس بسیار از کارگردان فنی برنامه آقای سیامک ثابتیمانی، مژگان رهبر هستم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آوای همصدایی، برنامه ای از Los Angeles County Department of Mental Health و Cross Cultural Expressions.